تو برنامه اکنون اون قسمتی که مجتبی شکوری عزیز مهمان برنامه بود در مورد شرم صحبت شد و وقتی دیدم داره احساساتم رو منقلب میکنه متوجه شدم درون من شرمی هست که باید حتما واکاویش کنم. متوجه شدم که شرم دروغیه که تو به خودت میگی و هیچ وقت فکر نمی کردم که شرم و دروغ با هم ارتباط داشته باشن. برای شکستن چرخه شرم باید اون دروغ رو پیدا کنی و حقیقت رو جایگزینش کنی. چون شرم اون دروغیه که ما درباره ارزش خودمون باور میکنیم. دروغ سوختیه که شرم باهاش زنده میمونه، ولی حقیقت از جنس نوره که میتونه شرم رو از درون بشکنه. شرم وقتی شکل میگیره که یه جایی درونمون باور میکنیم که من کافی نیستم. یه چیزی توی من خرابه. اگه من واقعی رو ببینن طرد میشم. و از همون جا شروع میکنیم به پنهان شدن، نقش بازی کردن، کوچیک کردن خودمون و حتی برعکس قوی نشون دادنهای افراطی. اما شرم با سکوت زنده میمونه، با دیده نشدن رشد میکنه و با تکرار همون دروغ قدیمی هر روز ریشه دارتر میشه. ولی حقیقت، راه حل این موضوعی که هممون به نوعی درگیرش هستیم، حقیقت اینه که شرم هویت تو نیست، واکنش ذهن زخمیه، نه واقعیت تو. اون لحظه‌ای که جرأت میکنی اون دروغ رو با خودت صادقانه ببینی، نه برای سرزنش بلکه برای فهمیدن، چرخه شرم شروع میکنه به شکستن. نه با زور و مثبت اندیشی، با آگاهی. و شفا از همین جا شروع میشه، از جایی که به خودت بگی من مشکلی ندارم، فقط مدتها باور اشتباهی رو با خودم حمل میکردم. اگه حقیقت چیز دیگه ای باشه چی؟ اینجوری به جای جنگیدن با خودت جرأت میکنی با خودت صادق باشی. و در آخر ممنونم که حمایت میکنی.